امروز میخوام یه دونه زیتون پرورده درست کنم به سبک هاردی، بریم که داشته باشیم. ماشاءالله. خواهش میکنم برای زیتون پرورده خساست اصلا نشون ندید، زیتون اعلای درجه 1 استفاده بکنید، مثل این سبز و درشت کاملا گیلانی. آقا نخور. آقا بس دیگه. ابتدا میخوایم ترسیرکو که سابیده شدیم از قبل، برای یه زیق وقت میخوایم قاطی کنیم. قاطی زیتون پرورده که در حال حاضر فقط زیتونه، بعدا پرورده میشه. بله، اسکاله به عبارتی که یه مقدار باشه ما اینو اضافه میکنیم به زیتون پرورده. در مرحله دوم رب انار محلی رو اضافه میکنیم به مقدار چند تا پیمانه قاشق. در مرحله سوم رب آلوچه محلی رو اضافه میکنیم، بازم چند پیمانه قاشق. خب اینجا عزمتو جذب میکنید برای ویراشین زدن این زیتون پرورده که در حال حاضر داره آماده میشه. قشنگ خیلی به آرامی ویراشین میکنی، لمس میکنی، انگار داری ورزش میکنی. در این مرحله آغوز سابیده شده رو که بوسوتیبی همون سابیده رو اضافه میکنیم به زیتون پرورده. کاملا همه جا به خوردش میدیم. کاملا دقت میکنید ده اینجوری دوربین اینجاست و ویراشین میدیم. خونسرد و آروم ویراشین میدیم که به خورد این زیتون پرورده بشه و اینکه کاملا به خوردش رفت معلومه که اصلا رنگش تغییر کرده و چند تا سکانس دیگه و آیتم موندی که تموم بشه. و اما در مراحل آخر چوچاق دیگه، چوچاق میدونید چه دیگه، سبزی معطر گیلانی اضافه میکنیم و به خوردش میدیم. به 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 به. و همینطور آب انار اعلا رو به خوردش میدیم. به به. و در پایان گلپه رو اضافه میکنیم و اضافه میکنیم بازم. و این هم زیتون پرورده هاردی شاکن، هاردی آماده کن خدمت شما. دوستان عزیز، دوست دارین در برنامه بعدی چه غذایی آماده کنم، چه آشپزی بکنم، این زیر کامنت بذارید. خیلی خوشحال. بس برو.